چطور جی کلاس به یکی از محبوب‌ترین شاسی بلندهای جهان تبدیل شد؟ سال 1972 میلادی شرکت مرسدس بنز دستور ساخت 20,000 خودروی نظامی برای ارتش ایران را از سوی محمد رضا شاه پهلوی دریافت کرد. باهوش‌ترین مهندسای مرسدس دور هم جمع میشن تا سرسخت‌ترین خودروی نظامی را که تا اون زمان وجود داشت رو بسازن و برای اطمینان از این موضوع خودرو در گرما و سرما در بیابان‌ها و کوهستان‌های صعب العبور آزمایش میشه و در نهایت یه خودروی فوق‌العاده مستحکم بیرون میاد که اسمشو میذارن جی وگن. در وصف توصیف قدرت و سرسخت بودن جی وگن فقط میتونم بگم که یه توریست آلمانی به نام گونتر هولتوف که با خودروی جی وگنش به شکل باور نکردنی به بیش از 215 کشور سفر میکنه. این سفر اون 26 سال طول میکشه و در این مدت خودروی جی وگنش نیاز به تعمیر خاصی پیدا نمیکنه. تست و اصلاحات ساخت جی وگن 7 سال طول میکشه و در نهایت سال 1979 میلادی یا همون سال 1357 شمسی ساخت جی وگن تموم میشه. با این حال کمپانی بنز چند خودرو برای ایران میفرسته، اما حکومت جدید علاقه‌ای به خرید این خودرو نشون نمیده. از این رو مرسدس مجبور میشه که یه بازار جدید برای فروش این ماشین پیدا بکنه. جی وگن ماشین فوق‌العاده عالی و بسیار مستحکمی بود، اما تقریبا بیشتر مردم این خودروی نظامی رو نمیشناختن و برای همین فروش خاصی هم نداشتن. کمپانی بنز بارها تصمیم میگیره که لاین تولید جی وگن رو خاموش کنه، ولی بازم صرف نظر میکنه تا اینکه سال 1989 یه اتفاق دور از انتظاری میفته. از اونجایی که مرسدس جی وگن رو به امریکا صادر نمیکرد، چون در امریکا همه برند مرسدس رو به عنوان یه برند لاکچری میشناختن و خب جی وگن به هیچ وجه لوکس نبود. فقط یه ماشین با استحکام بسیار زیاد و امکانات آفرودی ویژه‌ای بود و نمای داخلی اون فوق‌العاده زشت بود، جوری که تولیدات اولیه این ماشین حتی بخاری و کولر هم نداشت و از همه اینها مهمتر موتور بسیار ضعیفی داشت. دیدین همیشه یه عده آدم هستن که از بدترین شرایط هم فرصت میسازن؟ سال 1989 شرکتی با نام اروپا میاد و این جی وگن ها رو از بازار آزاد میخره و نمای داخلی ماشین ها رو لوکس میکنه و یه موتور قوی هم براشون میذاره و اون رو با 6 برابر قیمت واقعیش میفروشه که با استقبال خیلی خوب سلبریتی های امریکایی روبرو میشه. چون این ماشین در امریکا به شدت کمیاب بود، هم بسیار گران قیمت و خاص بود و خیلی زود به نمادی از طبقه بالای اجتماعی تبدیل شد. کمپانی مرسدس که میبینه تقاضای این ماشین داره بالا میره، سال 1990 میلادی یه نسخه جدید فوق العاده لاکچری تر طراحی میکنه و اسمش هم میذاره جی کلاس و روانه بازار میکنه. سالها میگذره و جی کلاس روز به روز معروفتر و محبوبتر میشه توی امریکا تا جایی که سال 1998 خود کمپانی بنز وارد بازار امریکا میشه و اروپا رو از گود خارج میکنه و مدل‌های خیلی خفن‌تری از این ماشین رو بیرون میده. البته اینو هم بگم که مرسدس برای یه سری از مشتریهای خاصش نسخه‌های سفارشی و فوق امنیتی تولید میکنه که اینا رو توی تبلیغاتشون نشون نمیدن. حالا چه کسانی از این نسخه مرسدس استفاده میکردن؟ خانواده‌های سلطنتی و سیاستمدارای رده بالا و برخی از بیلیونرها. از جمله ویژگی‌های این مدل جی کلاس میتونن به شیشه‌های ضد گلوله چند لایه و سیستم‌های فرار اضطراری و زره ضد انفجار اشاره کنم. جدا از این آپشن‌های خفن، حتی صندلی‌ها و سیستم‌های صوتی مطابق با سلیقه مشتری ساخته میشه و بی‌نظیرترین آپشن این خودرو به نظر من جی پی اس‌های مخفی یا قابلیت خاموش کردن خودرو از راه دور در شرایط سرقت رو داره. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. ساب و لایک یادتون نره. دوستتون دارم.